واجبه که بدونی افراد خودشیفته به صورت ناخودآگاه نیاز دارن کسی رو که عاشقش شدن رو بی ارزش کنن. خب علت چیه؟ خیلی خوبه، باید بدونی. واقعیت تلخی البته. بعضی اولش طوری عاشقت میشن، خودشیفته ها رو میگم، که فکر میکنی بالاخره پیداش کردی، دیگه از این بهتر نیست. اما اون عشق اگر آگاه باشی خیلی مهمه. متوجه میشی که پیش درآمد یک سقوط خیلی فجیح و در و داغونه. آدم خودشیفته اول تو رو میبره بالاتر از ابرها، با تحسین، با توجه، با هیجان زیاد، با بمباران محبت و عشق. مخصوصا مهرطلبا خیلی زود وابسته میشن، ولی وقتی حس کنه تو واقعا براش مهم شدی وحشت میکنه. چون عشق یعنی دیدن واقعیت و واقعیت یعنی شکستن نقاب من خودشیفته. اما اون نمیتونه با واقعیت کنار بیاد. پس چی کار میکنه؟ شروع میکنه به خرد کردن شما تا خودش بالا بمونه. مثل وقتی که به جای تحسین میگه زیاد جدی نگیر، کار خاصی نکردی. یا وقتی یه دفعه سرد میشه درست وقتی که فکر میکنی رابطتون جدی شده میکشه کنار. یا وقتی موفقیت تو به شوخی میگیره تا حس نکنه ازش جلو زدی. زیر همه این رفتارها یه ترس پنهونه. میترسه که اعتماد به نفس داشته باشی و بعد ازش برگردی. پس زودتر اینو خرابش میکنه تا کنترلت دست خودش باشه. و شاید آگاهی شما تو کلیپ های قبلی باشه، حتما ببینید، واجبه. و اگر با عرض بنده موافقی کامنت کن، نقاب و دایرکت رو ببین. همین. ارادتمندم.